سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. میخواستم امروز حقیقت گپ زنم این برای بانو مخالفی تاجیک در بین 2 هفته اخیر چی تهمتایی کردن در حق پرزیدنت خلقی جمهوری تاجیکستان در یکم جا راست نمیاد. من از مردم روس بسیار چیزا آموختم. مثلا دشمن ملت خیلی که رفتار میکنه قطعش همون خیلی رفتار کن. در بین 2 سال اخیر دوستان عزیز چی عذابای کشیدگی هستم. این برای کارتایی که میموندن بانو مخالف تاجیک در شبکه‌های اجتماعی و میبرمدن رنگ جوگیو میطلبیدن. درجه بسیار کارمندان حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان ایراسیس فدراسیا ناراضی بودن. نکی من چون میخوندم عریضه مینوشتم ایمینا گنرال پروکاتورای راسیسکی فدراسیا ای کاری که اگیم فخر میکنم. یک کپیکی که میگذشت و یک کپیک ما یک پاترون حساب میکردم. من تونایجو را فکر میکردم. نیکی در اخیر بانو مخالف تاجیک ادکاس کردن که ما کارتا موندگی نیستیم. ای پشتی کارتاشون با حساب ما 40,000 زیاد مردم مهاجر دپورت شدن. ای تو حوزیره دپورت شدن. نیکی ادکاس کردن. 1 سال پیش در شبکه‌های اجتماعی میبرمدن دستگیری میکنن. اقبال دایوسا. یک سوال دارم اقبال دا. همه آدم ها گیجا شید. اقبال دایوس